سلام دوستان، اکبر جوجه آوردم واسهتون. چه اکبر جوجه ای از گلوگاه. 800 گرم جوجه داریم، از وسط 2 نیم میکنیم، داخلشو تمیز میشوریم و داخل 2 لیوان شیر اجازه میدیم با نمک یه مقدار بپزه. پختن این جوجه ها درون شیر باعث میشه که هم بوی زخمش از بین بره، هم ترد بشه. اونا رو از داخل شیر بیرون در میاریم، خشکش میکنیم با مقداری نمک داخل روغن فراوون، اجازه میدیم تا هر دو طرفش سرخ بشه. بعد اونا رو داخل قابلمه انتقالش میدیم با قالب کره. روغنی که از قبل داشتیم و از صافی رد میکنیم، اجازه میدیم تا به مدت 2 ساعت با حرارت کم مغز پخت بشه. در این فاصله سسش رو آماده میکنیم. گردو داریم، روغن زیتون داریم، رب انار داریم، زعفران داریم، سیر له شده داریم، نمک و فلفل. سس رو آماده میکنیم، کنار میذاریم. جوجه ها رو که آماده شده رو داخل ظرف سلومون میذاریم و برنجی که از قبل آماده کرده بودیم رو با زعفرون و خلال پسته تزیینش میکنیم. امیدوارم که این غذا رو آماده کنید و لذتش رو ببریم و با این سوسی که محشر دوستان، این سس امتحانش بکنید. امیدوارم که کانال ما رو حمایت بکنید، سابسکرایب کنید، لایک کنید، زنگوله رو بزنید. دوستان داخل کامنت ها بنویسید که از چه غذایی خوشتون میاد تا من براتون آماده کنم.